میای صدای چیک چیک آب در سینگ ظرفشویی، منم لش روی تخت هستم در خواب و بیداری. بازی بختک اومد رو منو ول نمینه، قول میدم که غذای سنگین و من دشو کم بکنم. دارم استرس من مثل سال قدیم، دوباره زور میکنم من در سال جدید. باید ارزش خودتو بفهمی، ای آدم ها هر کاری ازشون برمیایه. مثال تو رو میبرند بالا بعد پرداب منن، دیر به جنبی آسفالت میشی کف زمین. نمونش مثل تتل میفتی در گوش اوین، بک وکال کار قدیمی را گوش میگیرم. تولد 30 سالگی خور جشن میگیرم، قصه چی را بخورم تش میمیرم. به تو چی کار میکنم انه، تو چرا سر توی کنه منه. بدی آهنگ اسفر دود کننه، زدم دمو کشوری که نمیده به مهاجر فرصتی. دیشب داشتم خودزنی. افغان‌ها رو سوار ماشینتون نکنید، افغان‌ها رو به خونه هاتون راه ندید، افغان‌ها رو محل کارتون راه ندید. افغان‌ها در ایران تهدید ملی هستند، تهدید غذایی هستند، تهدید روانی هستند، ندارم حوصله سلام منم لش رو تخت هستم درام دیپورت میکنن افغانو از ایران. مکا سال 2004 زدم از ایران، مفهمیدم اوضاع کیره میشه، مگه افیاد به این زودی پیر میشه. دیب شده این کار دله او که نمیخواد پس بذار بره. زنگ زده که دلم تنگ شده، خبر نداره که جنگ شده. وقتی که میفهمی جواب خوبی از بدی، اونجاست که میفهمی خیانت از وسی. گفته بودم که میای بوی خون، آزادی میخوای باید بدی جون. مکا از هم اول نداشتم وطن ولی جنگیدم پای هدف. وقتی که پشت میزنن حرفا به دنبال آرزو بودن لای ابرها. وقتی که به همه دادم گل، اونا بودن که دادن فوش. بعد 50 سال نگهبانی از خانه، حق دارم که بگم معصوم صاحب خانه. راه راست راه غلط بخ آرد نباشه چیر کنم ملک. میای صدای چیک چیک آب در سینگ ظرفشویی، منم لش روی تخت هستم در خواب و بیداری. بازی بختک اومد رو منو ول نمینه، قول میدم که غذای سنگین و من دشو کم بکنم. دارم استرس من مثل سال قدیم، دوباره زور میکنم من در سال جدید.